جاسوزنی گل آفتابگردون دیده بودی؟ من مینا هستم و میخوام این جاسوزنی خوشگل رو بهت یاد بدم. فقط با چند تا دایره، با کمترین امکانات، خوشگل‌ترین چیزا میشه برای خودت آماده کنی. برای این جاسوزنی ما به 3 رنگ پارچه احتیاج داریم. اول از همه دایره به قطر 8 سانتی متر احتیاج داریم که روی یه تلق محکم پاکو بعد 2 عدد برش بزنیم. دقیق اندازه الگومون. بعد اینکه این دو تا رو برش زدیم، به یه دایره به قطر 13 سانتی متر احتیاج داریم که از پارچه سبز رنگمون برش می‌زنیم. دور تا دورش رو کوک می‌گیریم و بعد نخ کوکمون رو می‌کشیم و جمع می‌کنیم و اون دو تا تلقمون رو داخلش قرار میدیم. حالا حسابی این کوکمون رو می‌کشیم و کارمون رو چند تا بس می‌زنیم تا با این پارچه تلقمون در واقع کاور بشن. حالا ما دایره‌هایی به قطر 8 سانتی متر احتیاج داریم که از پارچه سبز و پارچه زردمون باید برش بزنیم. تقریبا 15 الی 18 عدد بستگی به جنس پارچه داره. دایره‌ها رو تا می‌زنیم و دوباره یه تای دیگه می‌زنیم تا به صورت ربع دایره در بیاد. از قسمت بازش کوکای ریز می‌زنیم، چند تا بس می‌زنیم تا گلبرگمون اینجوری آماده بشه. تمام پارچه‌ای که قطرشون 8 سانتی متر بود باید باشون گلبرگ آماده بکنیم. حالا یه دایره به قطر 15 سانتی متر احتیاج داریم. از پارچه مرکزیمون باید برش بزنیم که این چهارخونه هستش. دور تا دورش کوک می‌زنیم و داخلش رو از الیاف حسابی پر می‌کنیم. یعنی تا جایی که جا داره ما اینو پر می‌کنیم. من بعد اینکه پر کردم نخ کوکمو می‌گیرم، حسابی می‌کشم و چند تا بس می‌زنم تا کارم جمع بشه. بعد اینکه بس زدم با کمک یه پنس بازم هر چی که میتونم الیاف داخل این توپم می‌کنم تا این جاسوزنی ما حالت خوبی داشته باشه. حالا با کمک چسب حرارتی دور تا دور کارمو چسب می‌زنم و گلبرگ‌های سبز رو لب به لب کارم می‌چسبونم. بعد اینکه یک دور این کارو کردیم دوباره چسب حرارتی می‌زنیم و گلبرگ‌های زردمون یک دور می‌چسبونیم. خیلی با حوصله این کارو انجام بدین، اصلا کار سختی نیستش و در نهایت باید پشت اون توپکمون رو هم چسب حرارتی بزنیم، مرکز کارمون هم چسب حرارتی بزنیم حسابی تا مرکز گلمون به جاسوزنیمون وصل بشه. به این صورت ما یه جاسوزنی خیلی خوشگل داریم که هیچ جایی مثلش نمی‌بینیم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. مثل همیشه سوای آموزش رو هدیه می‌کنم به برادر مرحومم. خداحافظ.